شویم. این بچه‌ک بسیار بااستعداد است لیکن در وجودش هزاران درد دارد. همون جهانگیر کالکولاتور رو انیق شما 6 ماه در 7 ماه تولد نشد. 6 ماه تولد شده. 6 ماه تولد شد. جایی که ما باشم باید کالکولاتور نباشه. من استعدادی ما کالکولاتور بخواد ایده. یا خیلیش در کامنتر می نویسن که این جهانگیر شوی چجیبتی میگن این چجیبتی گام میزنه. تو گذاشتش به درجه زادش که کودک سیب سیاه شد. سیب سیاه شد. همسایه گفتن که بیو بریم ته خوکش کنیم. بعد حسابی که همون گوشم زردا میره نفس میکشم. بنیشم خیلی گوشش هوا میبره. اگر دکترها کفالت داده باشد صحت شدن گوش جهانگیر را چند پولی که لازم باشد من میدهم نزد دکتر روید. ایلو همو بزرگمی خاک گیر زری سخ بنده همه وقت سربلند باشه. الله اکبر. السلام علیکم دوستان عزیز من. امروزی زیبا برایتون مبارک باشد. امروز ما کوشش کردیم که برای دیدار بینی جهانگیر کالکولاتور بیایم و از حال و احوال و شرایط زندگی او با خبر بشویم. این بچه‌ک بسیار بااستعداد است لیکن در وجودش هزاران درد دارد. در یک خانه‌ای که عادی یک زندگی میکند. ما به ناحیه رودکی اومدیم. چیکار که میبینید اینجا تعمیر رفته ایستاده است در راه اساسی. برای موفقیت میخوایم به همه و وارد خانه جهانگیر رو میشویم. به فکرم همینجا است. جهانگیر من در یک خانه که او در یک کنجک زندگی میکنن. السلام علیکم جهانگیر. ما امروز با دیدار بینی شما اومدیم. چه شما؟ سلامتی تا خوب. خودتون ناز. زندگی آباد. زنده باشید. پدر مادر هستن؟ هستن. زنده باشید. همون جهانگیر کالکولاتور رو انیق شما؟ بهترید. میداریم. السلام. ایداتون مبارک باشد. ایدکاتون مبارک باشد. امروز با دیدار بینی شما بودیم. السلام مادر عزیز. السلام علیکم. السلام پدر عزیز. چه شما؟ سلامتیتون خوب؟ مادر عزیز ایدی مادر مبارک باشد. ما امروز بسیار خوشحالیم که برای دیدار بینی شما آمدیم. همیشه تمنا رو داریم که غم و درد رو نبینید. و سبب اومدن ما انمی فرزندش ما جهانگیر جان است. جهانگیر کالکولاتور در تاجیکستان مشهور شده است و ما خرسندیم که به خانه شما اومدیم. سلامت باشید. و این تحفه ما برای شماست. سلامت باشید. پدر عزیز زنده باشید. مرمت شنیدتون. ما خیلی خوشحالیم که امروز با شما روبرو شدیم. بهترین نوار شما خیلی پسماتری زیاد رو به دست آورد و اینچنین تمام مردم گفتن این جهانگیر رو باید که ما دستگیری کنیم. این جهانگیر باید خواند، علم آموزد، برای رشد ساحه متماتیکا خدمت بکند، زندگیش رو پیش برد. گفتم ما بسیار خرسند هستیم. خب شما با همون نوار مشهور شدید که سال تولد، روز و ماهی تولد شده رو میگیم و بعدا شما دوام میتید. یعنی که شما باید من کدام روز تولد شد که چند شنبه روز ماه سال تام میگیم و من میگم که دیراجین زود روز 2025 روز چند شنبه بود. 2026 روز چند شنبه میاد. مورچلت کدام حیوانه چند ساله چند ماه چند هفته اینه چند روزه چند ساعته میشه میگم و اخیرا طرز حساب کنید چه حساب کنیم من میره ماه هفته و روز ساعت چه بروردم همیشه میفهمونم. این شما چه میدونید؟ این مثلا روز ماه سال میگن این هم خیلی اتوماتیک میدونید. اتوماتیک هم خیلی خودش دیل حساب میکنه در میبره راست میگم میشه. 30 نوامبر سال 1994 30 نوامبر 1994 30 نوامبر زود روز 2025 روز یک شنبه بود. 2026 روز دوشنبه میاد. سال ده سال شماری حیوانات سگای 2026 32 ساله میشه. 384 ماه 1665 هفته اینه 11688 روزه 280512 ساعته. سال 2036 ساله میشه. 2054 60 ساله میشه. 2057 عمر پیغمبری منی 60 ساله میشه. 2094 اگر زنده باشی نام تو باید کنی ما 100 ساله میشه. 2110 سعدی شیرازی 108 ساله میشه. در کالکولاتور میدروی 20 26 میکنی میرسین 94 برابر میشه 32
32 ساله 32 ضرب 12 میکنی 32 ساله 12 ماه 384 ماه میشه 32 ضرب 52 میکنی 32 ساله 52 هفته 1664 هفته میشه پلوسی هفته 29 فوریه میکنی 1665 هفته اینا 365 ضرب 32 میکنی 11680 روز میشه پلوسی 8 روز 29 فوریه میکنی در 4 سال 29 فوریه میاد در 32 سال 8 روز پلوس میشه انا 11688 روزه میشه 365 ضرب 24 میکنی انا 8760 ساعت میشه ضرب 32 میکنی 280320 ساعت میشه پلوسی 190 ساعت 29 فوریه میکنی 280512 ساعت میشه خیلی این قابلیت در شما پیدا شدگی است. این استعداد خدادو دارم خیلی بسیار 20 سال کار کردگیم خواندگیم برای همو بسیار مقصد ایلوواگی درس میگرفتم مثالا را در یه هفته 15 تا واریانت مثال میدادم 15 واریانت 15 مثالی 225 مثال کار میکردم سرازه و این یه هفته 225 مثال بعد معلم قایل میشد که تو استعداد زور داری تو باید معلم شای میگه شاگردا درس میگه شما خودتون یعنی که حال میکنید همین دلتون گویا که به شما آگاهی میتید یا چیز به گوشتون میگوید نه اما خیلی مقصد درون دلم راست میبره این استعداد خدادو دارم خیلی امو معنی سر خودش هم خیلی درون دل خودش به خودش چی میکنه ضرب میکنه جمع تقسیم میکنه همش حساب میکنه تا امروز من مثال حاضر اگر شما در جهان اگر که شما رو استعدادتون رو بفهمن ممکن وایها دیگرگونه دستگیری کنن تازه قابلیت شما تمامی من همین نوحی رودکی میدونن همه میدونن اکثریت میشناسن چی میگن شما رو چی لقب میگذاشتگی میگه که تو استعداد خدادو داری میگه تو پدر کالکولاتری میگه تبریک شما میگه در سال 2006 پدر کالکولاتر شدید میگه انا بو یا خلاص میگه که تو استعداد زور داری تو پدر اینشتین میگه این برادرمون میگه خطی کالکولاتر یک به یک میزنه میگه کالکولاتر زور وردگی و بسیارش میگه که ایرا برای میگه بوغال ترمون میگه همه ویلکو دمر به کلای حساب میکنه میگه یا خیلیش در کامنتر می‌نویسن که این جهانگیر شوی چجیبتی میگن این چجیبتی گام میزنه میگه کاکاتی همو چجیبتی میگه خیلی کلا قدی سوکتو میگه هر چی میگه یا خیلی کانترکت دارن میگه خیلی همو چجیبتی رو گام میزنه و چجیبتی رنگ رباته نه که ما جیویشم نه من رنگ همو مثال گام میزنم که جایی که ما باشم باید کالکولاتر نباشه من استعدادی ما کالکولاتر بقوت ایده اما آدم قابلیتی داره که اصلا کامپیوتر اختراع میکنه کالکولاتر اختراع میکنه ماشین میسازه چند نمود اختراعاتی نداره مگابایت های کامپیوتر خطی تلفن خطی آدم سپادت کنه نمیشه برای که آدم مگابایت بسیار آی کیوش قدر اینشتینه ایمام خیلی نمی اینشتینی سبایده ایوای 160 باشه ایما 80 آی کیو این جهانگیر ربیعوف پسرم سال 2000 روز استقلالیت روز 9 سپتامبر به دنیا آمد 600 1 کیلو 600 گرم 6 ماه در 7 ماه تولد نشد 6 ماه تولد شد 6 ماه تولد شد درون یک کالوش چورم دکو گنجید همین بعد یک دو روز استاد که گفتن که ایمین برافت مالش خیبم برام توکل به خدا گفتیم امرک میگم جیدو کردیم موندیم که این همین خیلی استاد خیلی گابدون و چی شد روی 4 ساله بود که همین پدرش یک ویلکر یافته دم به سویت خیلی کم تا دنبال داره همون را در رازیدکه مونده که توک زدهش توک زدش به درجه ازادش که کودک سیب سیاه شد همسایه گفتن که بیو بریم تای خوکش کنیم یکی جون هست یکی جون هست من گفتم نه دیلم نمیشه یا خیلی تای خوک میکنم وان ادم موندم و ابروش 4 ساعت رو آریختیم که رپک زد بعد همین پوش کجله بود پوش شکستن راست کردن نورسی بود که مایده بود پوش شکستن راست کردن همون مامین ده بعد هم پروفسورها همی قربالو ده سفر و جعفر میگن چورم کپوس 2 متر زد گفت که این هم مزگی سرش چپه گفت خلا هم اوژه 4 ساله گفت همه گپ هم راستا میگم چپه میگه پوش شکستن راست کردن گفتن این همی تاک زده هم خیلی چپه نشیده یا که این مدرزات خیلی چپه به دنیا اومد چپانه گاب چپانه تولد شد چپانه تولد شد چپانه تولد شد چپا گاب میزنه چپا مینویسه بعد پدر مادر من میگفتن که چپا گاب زدن اوبوله که اگر سوره را گاب زنه اوبوله این چپانه گاب نزد اگر چپانه گاب زدنش که نمونی این پسیخی گیزلای دیونخو میشه خیلی کیفی نستانیه هم خیلی گیزلگی میکرد بعد میگفتن ای خیمانش گاب زدن بگیره بعد چپانه گاب زدن گرفت وقتی که 2 سال در قربالو همون چورم کپس 2 متر سفر جعفر یا پوش پیره سکر همون چنده ای گوشش زرده اومد اینکه این
یک جوش سوز شد پوش هم که کجاله بدد پوش سوز شد نیک ای گوشش که زردو میره ای همون حساب زرینی چیمش استاد پس شد پروفسورها که گفتن دومت کردن که گفتن ایره یا مزگی سرش چپه در حقیقت هم خیلی در حقیقت هم خیلی چپه گفتن نه این جوان آدم نمیتونه نه که وقتی که 2 سال در بانیسا خوب کرد پای شکستن راست کردن 2 بار ای پاش شکستن راست کردن پای پراتزی پشوندن 6 ماه در پراتز را گشت تنه آهنده بعد خلاصه که همین مردک مکتب را کشید صنفی 9 سالگیش صنف 1 رفته دیر رفت به مکتب پاش کجله بدو پاشش شکستن 2 سال سلامتیش سلامتیش اند وقتی که مکتب را آدمو صنف 1 بخونن این صنف 10 کتابش میتونه خونده گفتن ای مادر تیره دکجا کلام کردی چخیل کلام کردی این یک استعدادی خدا داد یعنی مثال چند مردکا خوان اکا ایچی حرف نام داره اکا ایچی حرف نام داره اون مردکا ای بیکاری گزید میخونن نیک این همونجا اوجه حرفا را یاد گرفته به اون مختبده صنف 1ش بودیم کتابای صنف 10 هم میخونه حساب کتاب همه را میدونه میگفتن شوخی میکردن که میگفتن این مکتب نه این اینستیتوت باید بروه صنف 1 مکتب روی نکنین اینستیتوت روی کنین ای بسوادی بده روبای صنفش علی قلف نام داشت میگفتن که همون قد جوانگی سواد نداره صنف 4 بدن دوجه 300 تا 500 تا 5 میگه روزنامه‌اش تکو همه معلم و دیرکتور حیران میشدن که این مردک این قدر 5 بسیار میگه ای روبایش دخلش بسوادتره بهترین خیلی 100 بار شکر که بعد گوشش رو توبت نکرده گوشه اگر توبت میکردیم دیگه مبلغ نبودم پاش شکسته راست کردن ده $6,500 ما خدا برکت تا که جناب اولی و ما را گذرانده بده ما امیره در بنیسه خوب کردیم پایش رو هم رسد کردن پاش رو نوشتم مکتوب که ما مادر 6 فرزندم یک فرزند معیوبه امی برای توبت یعنی مبلغ ندارم همچین روز بودم ما در قربالو بنیسه پراویت لیستو خوب کردن پای را 2 بار شکستن دوامی 2 سال دوام کردم این سلامتی همی یک کلاش اینم خیلی زوری بده بهترین این حاضر امکانیت هست که مثال دکترها به نشان دادید که گفتن که گوشش صحت میشود میگه 100% گارانت قطعی گوشی را اپیراسیون میکنیم بعد ایسابی گوشش بعد چشمش بینوتر میشه همین گپا گفتن همین گپا گفتن کدام دکتر میدونید همین قربالا این چی در استقلال داخل دیاگنوستیک ده اپیراسیون کردیم اونجا واری کسل اپیراسیون کردیم اون دکترها ده همش نشون دادیم هم که گفتن که ایره اگر همین گوشش اساس کنی کو بو میشه مومنت یگم بو گوشش 5-6 مزردا اونا میره چشمش کم تا روشنه وقتی اینا بهار یا تیرمو بسیارتر میره زرینش پستی بد میشه ایسا بخنیکیا ده با بسیارتر میره و همونجا نشون دادیم گفتن که ایره باید اپیراسیون کنن انا وقتی که این خدمت را کشید گفت که ایسا دولت با مرا همی 17,000 اپیراسیون گفتن ایسا دولت مرا اپیراسیون کنن چقیل رفت ناحیه فیدرسی ناحیه شومنسور ناحیه سینو ناحیه رودکی خودش به اختیار خودش رفته که مرا خدمت برین ما ایسا میام لیسنس کار میکنم حقیقتی لیسنسی جورا بدم کاری میکرد یا که خیلی ایسا جناب ایسا دولت مرا در چست دولت اپیراسیون میکنه گوشما یکی ایره میبرن و همون جای کمیسوت کده میورن میگن ای بنیشه میزه ای گوشش هوا میبره ایره کدامی میبره ایره ترما میکنه نمیشه ایره خدمت در بردن ممکن نیست ما نمیبریم ایره نباشه خودش بخواهیشی خودش میگه که مرا برین رئیسی محله مون ایره میگیره میبره ولیم شوکت همه هردف نام داره میگه میبره با میگردونه میوره با این قدر ناسازی سلامتیش بود به خدمت وطن مادر میروم گفت میره احسن به شما پیش از همه مادر عزیز که این خیلی فرزندای بزرگ و وطن دوست شما تربیت کردید در خود شما هم بسیار یک عنایات و کرامات هست که مثل خداوند در شما داده بوده است که باز به فرزندتون گذشته است خیلی اکو بچه نی امی خودش که معیوبه اویلش هم کم تا معیوبه زبانش کم تا تلای عقلانیش پسته نیکی باز هزاران بار شگر که با فرزندی سالین دارن 13 دکبر در 25 بچه محمد جهانگیر محمد جان نام کرده محمد جان نام گذاشته خیلی نامی زیبا بهتر کودکشم که شروعه مانند خودش نیکی اویلش کمتر سلامتیش خوب نیست
نه فتیک همه چی پاسپورت همه چیزش هست سلامتیش خوب نیست خودتون کار کرده ایستاده؟ خودم همی چستی 10:40 لیباس شوکم مهنت رو نقض میبینید؟ مهنت نقص میبینم شوهرم کسلی عصبی در سرش در وقت شوخین زدگی کار نمیکنه خیلی من زندگی ما پیش ببرم اگه کس خفا نمانم گفته همه وقت کار میکنم بهترین سلامت باشید. جهانگیر رو بسیاری ها دستگیری کردن فرزند شما رو و بسیار تحفه ها ارسال کردن توسط ما. من البته به جهانگیر جان تقدیم میکنم و یک نفر گفتن که اگر دکترها کفالت داده باشد صحت شدن گوشت جهانگیر را چند پولی که لازم باشد من میدهم نزد دکتر روید روزی جراحی رو معین کنید چقدر مبلغ لازم است من میگذرانم همین بچه صحت شود گفتن. من همین خوشخبر رو به شما میرسانم. رحمت برکت بیارین. میروید پیش دکتر انیق میکنید یک نفر بزرگ مهر نام دارن و بعد که جهانگیر باز جریان اپراسیون گذشت و صحت شد البته باز اون کس به دیدار بینی میبیاین لیکن همه طرفه دستگیری میکنن. من از فرصتی مناسب استفاده برده به بزرگ مهر جان عرض سپاس میکنم که فرزند شما رو همه طرفه دستگیری کرده ایستادن و امروز تحفه های زیاد هم ارسال کردن. ما به خاندان شما آوردیم و باز یک مقدار مبلغ همچون مکافات به فرزندی که قدر دانا است اینقدر جهانبینی وسیع دارد اینقدر قابلیت فوق‌العاده دارد اینقدر میتواند که مثال آینده سلامتیش باز خوبتر شود برای اویلش خودش هم خدمت کند چون که آینده این باز صفی فرزنداش باید زیاد شود فرزنداش خوراند پوشاند و همین خوش خبر برای شما. رحمت بچه جان برکت بیاین شما ما را دستگیری میکنین خداوند شما را دستگیری کنه از او رحمت. بهترین سلامت باشید. اگر شما خرسند شده باشید ما از این خیلی خرسند هستیم. میخوام که می جهانگیر بخونم معلم شود درس بشه تعلیم ده بشورم و برای زندگی خود پیش برم. ما پیش باشم رحمت به شما میگم که شما زنده باشید سلامت باشید که شما رو بخونن ما سلامت باشید. سلامتی خودتون چه میشه شکر. نفری که فرزند شما رو دستگیری کرده ایستادن نامش شما بزرگ مهر است. بزرگ مهر با اون کس چفتنی هستید؟ و اون کس رحمت کلام کنه عمر دراز به برکت سلامتی بردوام و روزهای نیک و روزمندی روی مدت کمان نبیند خداوند او رو نگاه بدارد در پناه خودش برای کوشم میده خداوند نگاهشان میدارد شما رو باتون نگاه بدارد پروردگار ساق به سلامت بخواهدم برای دست کمان نبیند الله اکبر از برکتی بیشه شما رفته عمر دراز. جهانگیر جان از سلامتیتون اصلا شما چی شکایت دارید؟ من خودتون من مثال شما صاحب استعدادی فوق‌العاده مثال استعدادتون زور است قابلیتتون کمیافت است مثال یک نفری نادر هستید چی شکایت دارید از سلامتیتون؟ من پرده گوشم دردگه همه گوشم زردو میروه مقصد 8 ماه همه ماه سپتامبر تا ماه مارس اپریل زردو میروه بعد حسابی که همه گوشم زردو میروه نفس میکشم بعد همه چشمم از دور میاد زرینی پاس میشه اگر که سر وقت اگر اپراسیون نکنم بعد همه استوسا زرین چشمم پاس شدن میگیره بعد مینوس 15 کشید بعد چشم دیگه نمیبینه. ما باید مقصد سر وقت سلامتی محسوس کنم و گوشم محسوس کنم که من از وقتی که میخواندم کالج رفتم چشمم از آب کشیدم تانکسی کشیدم که نمیدیدم بعد همونجا دخترها هم کورسم گفتن که همه جهانگیر اردن میکنیم ببریم که از کیش میخریم میتیم که ثواب میشه گفت مقصد معلمایی رو جنگ نکنه که ای درس خفا میمونه مقصد نمیخونه نمینیسه من میخونم مقصد دوستکارش شو نمیدیدم برای که چشمم پس بند بعد دکتر گفتن که از که تا بگیفتر اول زرین چشمم مینوس 3275 بود بعد اهمیت ندادم گشت من خیلی به پروا مقصد گوشم تیز من چی مبلغ نبود که گوشم توزیع کنم ده برای همه چشمم بعد سرعت مینوس 6 شده من دیگه دیدن نتونستم برای آدم رفتم میغلطیدم یک رای ماشین گذاشتن نمیتونستم بعد دامو کالج هم دیدن نمیتونستم بعد دخترها گفتن اشک خریدن گفتن می درس را بخون مقصد خفا نمون خدات فعالی تو همه وقت پیش برم میگه تو یک تایم میگه باید از صنف ما نمونه باشی میگه شما یک نفر در یک نفر حتی 20 نفر دختر خانم نه بهترین معلمانتون چی میگوین؟
معلم میگه که تو قدر استعداد زور داری میگه کلات زوره میگه تو باید میگه برای مثال در دانشگاه باید کار کنی میگه تو برای کلات میگه در دانشگاه باید برای درس میگه تو میتونی که از برای مثال الواگی هم درس داده میتونی میشه که شاگرد جمع کنی ای متمت که الواگی درس میگم قابلیت میرسه قوتت مقصد به گودکور درس داده میتونی تو همه چی را میدونی میگه کلات خودش دیپلم میگه خطایی رو میدونید خطایی را یا فایز میدونم خونده مکتبش همین حسابش هم میدونم ما خیلی کمتر گاو زنید کو حسابش ای ار سان سی و لیو تی بعد یو شی شسان شسی شو شلیو شد دیگرش را کن شدیو ارشه باز کن دیگه با چی رو میدونید با نوعی دولت ها را میدونم روسیه الوش میشه امریکا مینگو میشه فرانسه فاگو میشه ژاپنیا ریبن میشه و انا دوشنبه دوشنبه میشه و انا بختویی ها خیتای جانگو میشه بهترین البته ما به استعداد شما در حیرتیم حساب چشم میدونم نوعی هفته شم گفتم میتونم کنی سینتی دوشنبه میشه سینتی ار سه شنبه سینتی سن چهارشنبه سینتی سی پنجشنبه سینتی و جمعه سینتی لیو شنبه سینتی تی شنبه سینتی تری یک شنبه آفرین اگر شما آموزید اگر که مثال شما باز هم با آموزش فرا گیرید بهترین نه تنها زبانی خطایی زبانی مشکل است البته خطایی نه تنها زبانی خطایی انگلیسی روسی رو هم بسیار به درجه بلند آموخته و مرتبه های بلند رسیده میتوانید و برای این خلق به شما همیشه شما رو دستگیری میکند رحمت برای دستگیریتون هزار رحمت برای اکای بزرگ میرم رحمت کلان دستگیری میکنه خداوند نگهبانشون باشه همه وقت در کسب و کارشون برابر باشه خدا 100 ساله شون بهترین سلامت باشید خرسند هستی؟ خرسندم به نهایت خرسندم که سلامتی من مقصد و برقرار میشه شفای کامل میبرم نصیب بشه ان شاء الله کی میروید اکنون نزد دکتر نصیب بشه یگان روزا دمی پیش نوروزی ده نصیب بشه میرم قریبی پیش نوروزی پیش عید نصیب بشه میرم حتما روید من باز ما میبیویم دکتر چیزی که گوید اون کس همه طرفه دستگیری میکنن جراحی میکنن که میبینیم کو در سلامت شما چی تغییری میشود باز در حیات شما چی تغییر و چی نفگانی ها میشود ایلو همو بزرگ مهر خاک گیر زری سخ بنده همه وقت سربلند باشه زنده باشه امی مورا که دستگیری میکنه خداوند دستگیریش کنه همه وقت ما از زمین تا آسمان مینت دارم ایلو 100 سال زنده باشه سلامت باشید دوست عزیزم جهانگیر جان مادر عزیز سلامت باشید صحت سلامت باشید جهانگیر جان هزار رحمت ما با شما صحبت کردیم از زندگی شما آگاه گشتیم من خوش خبرها رو رساندیم ان شاء الله باوری دارم که آینده شما باز هم درخشانتر می شود سلامت باشید ما درد رو نبینید من بسیار خرسند شدم شما بسیار بچه خوشگپ خوش معامله با استعداد بودید احسن فقط پدر و مادر احترام کنید احتیاط کنید در زندگی موفق شوید هزار رحمت سلامت باشید رحمت همتون سلامت باشید دوستان عزیز بسیار خوشحال هستیم اون مبلغ هایی که همچون مکافات همچون مهر و محبت برای جهانگیر جان ارسال کرده بودید ما به جهانگیر عزیز سپاریدیم و باوری دارم که جهانگیر انشاءالله صحت می شود و ما رو پیگیری نماید به همه برای پیش از همه از نام خودم و همه اونهایی که همون نفرانی که مرا دستگیری میکنن و همیشه در خدمت من هستن و همه اونها و پیش از همه به اکای بزرگمهر مینداری خود رو میرسانم و از نام خودم و همه اونها سلامتی بر دوام همیشه در خدمت ما هستند و اونها خداوند عمری درازی با برکت دهد و پیش از همه اکای بزرگمهر عرض سپاس می‌نمایم از رحمت کلان اکا برای دستگیریتان همان دستگیری‌هایی که شما مکافات شما که مقصد روان کردید اکای مهربان آورده به ما رساندن از رحمت خداوند همیشه دستگیری شما باشد او را دستگیری کنید خدا شما دستگیری کنید نهترین سلامت باشید دوست عزیزم انشاءالله وقتی که به بیمارخانه هم میروید اکی بزرگمهر همه طرفا دستگیری میکنه صحت میشود گوشت صحت میشود وقتی گوشت صحت شد چشم صحت میشود حالا که سلامتیتون پورگی برقرار میشود
بعدا چی؟ بفیش ها؟ آه رحمت سلامت از باشه. رحمت کلام نکرد زنده رحمت باشه. خوش با آمدین همه بابی آرزوهاتون رسیدید آقا. خوش آمدین بابی ما در خدمت شما هستیم سلام. خوش آمد.